آموزش رجیستری آیفون با کد ملی. گوگل رو باز کن و بزن سامانه گمرکی موبایل. وارد سایت EPL شو. تیک تایید رو بزن. فیلد اول تاریخ تولدت. فیلد دوم کد ملی. فیلد سوم آیمیای آیفونت. برای پیدا کردن آیمیای این کد رو شماره گیری کن. ستاره مربع 06 مربع. اگه گوشید 2 سیم کارت است هر دو رو وارد کن. مدل گوشید نشون داده میشه. اگه درسته ادامه بده. حافظه آیفونت رو انتخاب کن و برو مرحله بعد. شماره موبایلت رو وارد کن و ادامه بده. یک کد برات SMS میشه. واردش کن. حالا اطلاعات رو چک کن. اگه درسته گزینه پرداخت رو بزن. کد امنیتی رو وارد کن و با کارت بانکی که به اسم خودته پرداخت رو انجام بده. بعد از پرداخت یک کد فعالسازی 6 رقمی برات SMS میشه. در آخر کد دستوری ستاره 7777 مربع رو شماره گیری کن. گزینه فعالسازی رو بزن. آیمیای اول رو وارد کن. بعدش کد فعالسازی که برات پیامک شده بود رو وارد کن و در پایان برای تایید کد 1 رو بزن. تبریک میگم. آیفون شما رجیستر شد. این ویدیو رو حتما برای کسایی که آیفون رجیستر نشده دارن بفرست تا